سلام دوستان عزیزم، اومدیم مدرسه غیر دولتی دخترانه نوبهاران بابلسر بریم ببینیم چه خبر. سلیمان نژاد هستیم، مؤسس مدرسه غیر دولتی نوبهاران بابلسر. در واقع می‌خوایم ازشون بپرسیم هدفشون و قصدشون از تأسیس این مؤسسه آموزشی چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مسئول محترم شرکت پویا اندیش. اولین چیزی که هست باید شما واقعا عشق داشته باشی به آموزش فرزندان سرزمینمون و همچنین کشور ایران. تلاشم این بود که خودم یک مجموعه مستقل داشته باشم. بنابراین از سال 80 ما مدرسه غیر دولتی نوبهاران رو تأسیس کردیم و الان ما یک مجموعه داریم الحمدلله بسیار موفق. البته نه که من بخوام تعریف کنم یا به قول یه تبلیغ بشه برای مدرسه، نه، این با توجه به استقبال مردم و صحبتایی که اولیای عزیز ما دارن و اونهایی که مسئول هستن در سطح شهرستان و در سطح استان. ما از شما تشکر میکنیم که بخش خدمات مالیمون رو به شما واگذار میکنیم. از شما صمیمانه سپاسگزاریم و امیدوارم که همواره سالم و سلامت و سربلند باشید.